سلام، اینجا آریا وردپرس و من آریان غفوری هستم. امروز قراره ببینیم که اگر افزونه المنتور رایگان استفاده میکنیم چطوری میتونیم فونت‌های اختصاصی به وبسایتمون اضافه بکنیم. توجه داشته باشین که همانند آموزش اضافه کردن هدر و فوتر اختصاصی به المنتور، اینجام طبیعتاً چون داریم از المنتور استفاده میکنیم باید صفحه ساز جذاب المنتور رو روی وبسایتمون نصب داشته باشیم. و همینطور این آپشن توی نسخه پولی المنتور در دسترس هست، ولی اول ویدیو هم گفتم قراره ببینیم اگر از نسخه رایگان استفاده میکنیم چطوری میتونیم این کار رو انجام بدیم. برای منظور من وارد داشبورد وردپرسی وبسایتم میشم. از منوی سمت راست گزینه افزونه ها افزودن رو انتخاب میکنم و بعد از اینکه قسمت اضافه کردن افزونه ها بر من بالا اومد، قسمت جستجوی افزونه ها واژه کاستوم فونت رو تایپ میکنم تا نتایج بر من نمایش داده بشه. توجه داشته باشین که لینک این افزونه داخل توضیحات این مقاله هست و میتونید اونجا استفاده بکنید. از بین نتایج نمایش داده شده من از فونت های دلخواه استفاده میکنم. گزینه نصب رو میزنم تا وردپرس برای من این افزونه رو نصب بکنه. بعد از اینکه فرآیند نصب این افزونه تموم شد، با کلیک کردن روی دکمه آبی رنگ فعال نمایید از وردپرس میخوام تا این افزونه رو برای من فعال بکنه. بعد از اینکه عملیات فعال شدن این افزونه تموم شد، از منوی سمت راست قسمت نمایش گزینه فونت های دلخواه برای من اضافه شده. انتخابش میکنم تا وارد کانفیگ و تنظیمات این افزونه بشم. خب حالا این افزونه به من اجازه میده که چندین تا فرمت مختلف از فونتم آپلود بکنم. این شاید بپرسید که این فرمت های مختلف به چه درد میخوره؟ خب حقیقتا تو وب بروزرهای مختلف از فرمت های مختلف فونت استفاده میشه. شما اگه میخواین که این فونت هاتون که اعمال میکنید به المان های المنتوریتون توی تمامی وب بروزرها به شکل درست و صحیح نمایش داده بشه، طبیعتا بهتره که تمامی فرمت ها رو اینجا آپلود بکنید. و قبل از آپلود کردن فرمت های مختلف درباره نامی که اختصاص میدیم یه توضیح بدم. زمانی که ما میخوایم یک المان رو داخل المنتور ویرایش بکنیم، یک لیستی برای ما باز میشه که اجازه میده از این لیست اون فونتی که مد نظرمون هست رو انتخاب بکنیم. نامی که اینجا من اختصاص میدم رو اونجا باید انتخاب بکنم، پس این نامو به خاطر بسپرید. و اینکه یه اجازه دیگه هم که این نام به من میده، اجازه میده که فونت های مختلفم رو تفکیک بکنم. شاید بخوام 2 تا 3 تا یا حتی شاید 10 تا فونت رو به وبسایتم اضافه بکنم. اینجا میتونم نام‌های مختلف بهشون اختصاص بدم که هم موقع انتخاب کردن کارم راحت تر باشه و هم اگه خواستم فرمت‌های مختلفشون رو بعداً حالا اضافه بکنم، بارگذاری بکنم یا حتی فونتمو ویرایش بکنم، بدونم که مثلا این کانفیگ مربوط به کدوم فونتم میشه. من اینجا میخوام از فونت ایران سنس دی ان استفاده بکنم، یعنی همون ایران سنس دست‌نویس که حالا این نامو اختصاص میدم به فونتم و فرمت‌های مد نظرمو مثل فرمت‌های TTF و سایر فرمت‌ها آپلود میکنم و اینجا گزینشش میکنم تا داخل این افزونه فونت من اضافه بشه. بعد از اینکه روند آپلود کردن و بارگذاری افزونه‌های فونت‌های شما توی این افزونه تموم شد، گزینه ایجاد فونت جدید رو میزنم تا این فونت من توی وبسایتم اعمال بشه. و دیگه تموم فونت مد نظر ما به وبسایتمون اضافه شده. کافیه که یک برگه رو من از المنتور ویرایش بکنم. برای این منظور از منوی سمت راست داشبورد وردپرسیم قسمت برگه ها همه برگه ها رو انتخاب میکنم. مهم نیست چه برگه رو انتخاب میکنید. من اینجا فرضاً برگه صفحه اصلی رو ویرایش با المنتور میکنم تا بتونم این فونت رو به یه المانی که مد نظرم هست اضافه بکنم. همونطور که میبینید الان المنتور برای من بالا آمده و اجازه میده که المان‌های مختلف توی صفحه‌مو ویرایش بکنم. من با استفاده از این دکمه آبی رنگ که همونجور که خودتون بهتر میدونید میشه یه المان رو ویرایش کرد، یه مداد سفید رنگ توی یک قسمت آبی رنگ انتخاب میکنم و از قسمت تنظیمات سمت راست مربوط به این المان گزینه استایل رو میزنم. همونطور که میبینید تایپوگرافی اینجا برای من داره نمایش داده میشه. جلوش عکس مداد هست یا آیکون مداد هست که اونو میزنم و یک منیو برای من باز میشه. داخل این منیو یک گزینه دارم به اسم خانواده فونت. کافیه که اون اسمی که اونجا وارد کردم و اینجا جستجو بکنم و از المنتور بخوام که به این المان من اون فونت رو اختصاص بده. من چون ایران سنس زده بودم ایران سنس رو تایپ میکنم و همونطور که دیدید این فونت دلخواه من به این المان توی المنتور اضافه شد. داخل این منو تنظیمات دیگه هم داریم مثل سایز، وزن فونت که میتونیم سایر تنظیمات مورد نظرمون رو به این فونت المانمون اعمال بکنیم.
توجه داشته باشید که طبق گفته سازنده این افزونه ما میتونیم CSS های سفارشی هم استفاده بکنیم برای اعمال کردن این فونت و بتونیم قسمت های مختلف وبسایتمون رو با استفاده از CSS سفارشی فونت های اختصاصی بدیم که ما این موضوع رو داخل مقاله همین آموزش تو وبسایت آریا وردپرس به طور کامل بررسی کردیم و میتونید به اونجا مراجعه بکنید و ببینید که چطوری میتونید این کار رو انجام بدید. تشکر میکنم که تا آخر این آموزش ویدیویی همراه ما بودید. امیدوارم لذت برده باشین و کلی فونت های باحال به وبسایتتون اضافه بکنید. تا آموزش بعدی فعلا خداحافظ شما.